درس 6 در مورد پته. موضوعش نوشته در مورد پت، حیوان خونگی. خب میرم سراغ اولین حیوان. پروانه به انگلیسی میشه butterfly. butterfly. خب میرم سراغ لاک پشت. لاک پشت به انگلیسی میشه turtle. خرگوش به انگلیسی میشه رابت. موش به انگلیسی میشه mouse. سگ به انگلیسی میشه dog. بریم صفحه بعد. اینجا نوشته snail میشه حلزون به انگلیسی میشه snail. ماهی به انگلیسی میشه fish. خب بعضی ماهی رو تلفظ میکنن فیش غلطه، fish. خب داخل این صفحه مکالمه است. نوشته it's a rabbit. میگه این رابطه. بعد میگه no it isn't. میگه نه. بعد نوشته it's a fish. نوشته no it isn't. میگه این ماهیه. میگه نه. بعد میگه it's a mouse. بعد میگه no it isn't. اینجا نوشته look it's a dog. میگه نگاه کن، با دقت نگاه کن، این سگه. come here here's your water. داره به گربه میگه بیا اینجا آب بخور. دقت کنین داخل این صفحه ما یه دونه مکالمه داریم. فقط یادتون باشه داخل درس قبلی در جواب سوالی که از این پرسه چیزی که بهش میگه یه جوابی هم میگیره، ولی به خاطر اینکه داره الان با حیوان حرف میزنه، حیوانه که نمیتونه صحبت کنه، جوابی هم یعنی نداره. خب اینجا برای سه تا حروفای انگلیسی مثال زده. L براش نوشته لاین میشه شیر به انگلیسی میشه لاین. M به انگلیسی برای مثالش میشه ماه به انگلیسی میشه مون. N به انگلیسی دماغ به انگلیسی میشه نوز.